طرفداران حزب اسلامی افغانستان با پیشواز رهبرشان گلبدین حکمتیار آمادگی دیده امید دارند که ملاقات با پرزیدنت کشور اشرف غنی صحیفه نوی را در سیاست معاصر افغانستان باز میکند. حکمتیار سال گذشته بعد امضای سازش صلح از روی خط تحریم‌های سازمان ملل متحد بیرون شده، هفته گذشته برای اولین بار در یک جمع آمد مردمی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار ظهور کرد. ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت افغانستان بازگشت حکمتیار را قدردانی نموده آن را همچون آغاز روند وسیع‌تر صلح با گروه آشوبگر طالبان افغان ارزیابی میکنند. بازگشت حکمتیار به افغانستان افتخار ماست. امیدواریم که این عمل به افغانستان صلح می‌آورد. سخنگوی حزب اسلامی میگوید که روز پنجشنبه حکمتیار در قصر ریاست جمهوری با پرزیدنت کشور ملاقات نموده، روز جمعه در ورزشگاه غازی با طرفدارانش دیدار و گفتگو خواهد کرد. این ورزشگاه کابل را زمان طالبان به مکان قتل‌های نمایشی تبدیل داده بودند. حکمتیار که یکی از سیماهای مشهورترین در دوام 40 سال جنگ‌های افغانستان بوده، مدت مقام سروزیر افغانستان را به عهده داشته است، در آخر سالهای 90 به طالبان پیوست. شمار زیادی ساکنان کابل از بازگشت او خوشبین نیستند. هنوز مردم خاطرات جنگ‌های دهه 70 و 70,000 کابلی که به خاک خون افزیدند و سالهای سیاهی را که حکمتیار و گروه‌های دیگر در کابل جنگ می‌کردند فراموش نکردند. هنوز خانواده‌های شهدا خون شهدایشان فراموش نکردند. لذا به این امیدواری آمدن در کابل که گویا در قدرت سهیم شوند یک بحث جداست، اما ای که اختشاش بار بیارن و ای که باز هم صحنه‌های تاریک قبلی را به ذهن مردم تازه بکنن، این یک عملکرد خیلی منفی است و آقای حکمتیار هیچ وقت به آرزوی خود نخود رسید. با شناختی که از آقای حکمتیار مدارم، اگر رای پیروزی را در جنگ میدید و منافع شخصیش میتونست از او طریق برآورده بسازه، به صلح راه نمی آورد. همصحبت‌های دیگری خبرگزاری رویترز اظهار کردند که بازگشت حکمتیار هیچ تأثیری به وضع کنونی افغانستان نخواهد داشت. واقعیت میخواد که صلح آرامی با طالب و داعش صلح کنه. این چی است؟ یک اصلا نه نفر داره، نه نفوذ داره، نه کسی است و محبوبیتشان در دست مردم از پیش مردم سلب شده. حکمتیار مثل پرزیدنت اشرف غنی پشتون است. بسیاری از سیاستمداران پشتو تبار با بازگشت پیشوای حزب نهضت اسلامی نظری نیک دارند، ولی اقلیت‌های افغانستان مثل تاجیک‌ها که در جمعیت اسلامی رئیس جمهوری اجرایی افغانستان عبدالله اکثریت را تشکیل می‌دهند و هزاره‌های شیعه مذهب اشاره کردند که بازگشت حکمتیار نفوذ پشتوها را افزایش خواهد داد. اشرف غنی با کمال تأسف که امروز ما در شبکه‌های اجتماعی در نظر سنجی هایی که در داخل و خارج افغانستان صورت میگیرد میبینیم که تکیه اصلی و اساسی خود را به مهره های یک قوم میکند که این برای افغانستان در دراز مدت نتیجه های بسیار منفی خواهد داشت. منصبداران غربی نگرانی‌های اقلیت‌ها را بیهوده می‌نامند و تاکید می‌کنند که حکومت افغانستان مسئول نظم و ثبات است و باید با همه گروه‌ها مصالحه کند. آنها باور دارند که بازگشت حکمتیار نمونه ختم دشمنی برای گروه‌های دیگر خواهد شد. اما ساکنان کابل که موشکباران‌های سال‌های 90 قرن گذشته را فراموش نکردند، با نگرانی خاطر نشان می‌کنند که بیهوده آن زمان حکمتیار را راکتیار نام ندادند.